دوستای عزیز خوش آمدین به ایالت بایرن و قصر زیبای نویشواینشتاین که در سال 1869 الا 1892 بعد از دستور پادشاه دوم لودویگ دوم بنا شده یا تأسیس شده. یکی از زیباترین و توریستی ترین جاهایی است که در کشور جرمنی حتما باید بیاین و ببینین. چیزی که بسیار جالب است در پشت سر ازی بسیار قلعه های زیبا است که میتونین برای هایکینگ برین و امروز ما رفته بودیم با جمع دوستا، بسیار خوش گذشت. ساندویچ رو درست کرده بودیم، بسیار خوش گذشت. در کنار از او جایی است که واقعا آدم از طبیعت لذت میبره، دور از هیاهوی شهر و بسیار زیبا بود. انشالله که بخیر شما بیاین لذت ببرین. علی جان چیکار میکنه؟ نشستیم از اون کوه اومدیم. جاتون خالی، خیلی خوش گذشت. بهتون پیشنهاد میکنم حتما یه دفعه بیاین. چطور بود؟ عالی. هایکینگ چطور بود؟ از تجربهت بگو. خسته شدیم. خسته شدی؟ خوش گذشت یا نه؟ خیلی خوش. بیا موسی جان. مخصوصا با هم سفر. چطور بود امروز؟ خیلی عالی بود. هایکینگ مزه کرد؟ واقعا عالی بود امروز. توصیه بر دوستا چیه؟ برای دوستان واقعا توصیه میگه که خیلی داخل شهر نمونید. بزنید تو دل طبیعت. یه خورده بیاین داخل طبیعت. آب و هوای تازه ها؟ آره، یه خورده اکسیژن بزنید در سرتان، یه خورده حالا داخل اروپا یه خورده آب و هوا بده، روزای خوب باز بیاین یه خورده حال هوا عوض میشه، خیلی عالیه. خب بیادر خوش آمدین به شلوس نویشواینشتاین. ما امروز اینجا آمدیم هایکینگ کنیم دیگه. قسمی که منظره رو ببینیم، بسیار منظرهای تنگ، تازه، طبیعتی دست نخورده. او بچه احتیاط که احتیاط. این راه موسی امورا سایکو که این راه که خب دوگ نخره سرشیو بولگی پیر میاد. بیا دیگه. راه رو میبینیم سنگا چه رقم هستن. از خاطر بسیار جان باید آدم احتیاط کنه.